آخه من که بهتون گفتم دوست ندارم جانیم از مبلای من بهتر بخره، چون میدونه من با شما آشنام گیر داده بیام از شما براش مبل بخریم. شما هم که همه مبلاتون عالی و با کیفیته، فقط میخوام فردا بیام یک مبل معمولی بذارین جلوش لطفاً. عزیزم این خیلی قشنگه، خیلی هم زشته، با قیمتش هم جور در نمیاد. بریم حالا بقیه رو ببینیم. بود که خدا. وای اینو ببین چقدر خوشگله. اصلا هم قشنگ نیست، جفتش گرونه. ولی خوبه زن داداشم. بابا خیلی خزه این. پس اون یکی حتما دیگه خیلی خوبه. آخه این چه سلیقه‌ایه که شما دارید؟ زن داداش اگه بابت قیمتش بگی اصلا واسه من مهم نیست. اتفاقا نسبت به قیمتاش خیلی قشنگ و شیکه. خدا جان عزیزم خودت میدونی که مبل مهندسی هم لحاظ کیفیت هم زیبایی هم دوام عالیه. بیا پیدا کردم. اونی که اصلا عالیه، خوراک خودته. عالی نگاش کن. 20. عزیزم خیلی معمولی نیست؟ زن داداش واقعا اینو شما میپسندی؟ اصلا من عاشق این سرویس شدم، کاش تو خونمون داشتی. اگه هدا جون خوشش اومده حتما قشنگه دیگه. آقا لطفا اینو برامون فاکتور کنی. آقا دست در نکنه، تنوع مبلتونم خیلی بالا بود. باید از هدا جون تشکر کرد که ما رو آورده اینجا برای خرید. زن داداش خدمت شما. چرا من؟ هدا جون برای خونه جدیدت تصمیم داشتیم یه دست مبل براتون بخریم، برای همین با خودت اومدیم که به انتخاب خودت باشه. خفه شو عزیزم. ای وای به محمد جلی زد وای به محمد جلی دیگه نشونه